خیلی خوش اومدید به اپیزود 3 پادسب. 3 اپیزود شد. چقدر زود میگذره. و موضوع این اپیزودمون رو لطف می‌کنی بگی که بچه‌ها در ما موضوعات مختلفی داریم، راجع به چیزهای مختلفی می‌خوایم صحبت کنیم، ولی شما اگه این اپیزود رو نگاه کنید 100% موفق میشید بدون خرید هیچ پکیجی از ما. خب اگه یادتون باشه اپیزود اول ما راجع به بحران 18 سالگی صحبت کردیم. فلش بک میخوایم بزنیم و بگیم که چجوری با بحران 18 سالگی کنار بیاییم. یه جورایی میخوایم تمام نکته‌هایی که اونجا باز مونده شو به جواب نرسید و مطرح کنیم و به این نتیجه برسیم تا کسایی که نزدیک این بحران هستن ذهنشون باز بشه و بدونن که چه کاری باید انجام بدن. خب بگم یا شروع بکنم راجع به یه سری نکته ها بگم یا نه؟ چون همونجوری که میدونی من با بحران 18 سالگی کنار اومدم به تازگی. کنار که یعنی تازه شروعش کردی؟ آره دیگه 18 سالم گذشت، من تا 18 سالم شد جنگ شد دیگه، چی بحرانی از این بالاتر؟ من نمیفهمم دنبال چی میخوای من بدبخت کنی؟ علی من از نظر من شما یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین چیزهایی که نیاز داری، حالا دیگه شما از من بزرگتری دیگه، اینا رو من میگم فقط شما تایید کن، داشتن لایف استایل بهتر و سالمتر. وقتی شما یه لایف استایل درستی داری، برنامه داری واسه زندگیت، مثلا صبح بلند میشی این کارو میکنی اون کارو میکنی، به نظر من دیگه فرقی نمیکنه. وقتی یه روتینی داری 18 سالگی تا رد شه باز مثل قبلشه دیگه. درست نمیگم؟ آره، حالا نه لزوما به خاطر 18 سالگی اینطور باشه، توی زندگی هر کسی باید این لایف استایل رو داشته باشه، ولی چون 18 سالگی سن مهم و حیاتیه، از این سن آدم باید به خودش بیاد و شروع کنه. یعنی تو باید یه سبک زندگی مختص به خودت داشته باشی که یه سری کارا رو بدونی این کارهاییه که من باید انجام بدم و این روند رو جلو ببرم، نه اینکه تازه گیج باشی که بقیه چی کار میکنن من همون کارا رو بکنم، اصلا نمیدونم چی کار قراره بکنم. باید بالاخره یه جایی پیدا کنی که چه کارهایی قراره شکل بدی. چون داخل اپیزود اول هم یه اشاره ریزی داشتیم که اصل بحران 18 سالگی دلیلش چیه و به این نتیجه رسیدیم که مثلا وقتی که یهو به خودت میبینی 18 سالت شده هنوز کاری نکردی، پس در نتیجه اگه لایف استایل درستی داشته باشی مشکلی ایجاد نمیکنه. به خود نمیگی 18 سالم شد هیچ کاری نکردم، با خود میگی ترکوندی، تو آینه نگاه میکنی ای والا داشت. و راجع به داشتن لایف استایل بهتر یه سری موضوعات من اینجا نوشتم که میونه حرف یه دقیقه من یه نکته بگم. بچه‌هایی که ویدیو اولمون رو ندیدن حتما برن سراغ اون ویدیو و ببینن که این موضوعی که الان داریم مطرح میکنیم از چه سوالی شکل گرفته و الان داره بیان میشه. یکیش مدیریت زمانه. خیلی چیز مهمی از نظر من. شما وقتی زمان رو مدیریت کنی به این توجه نمی کنی که 18 سالم شد 20 سالم شد 30 سالم شد داره میره تموم میشه و اینا. وقتی زمانتو مدیریت کنی دیگه اوکی دیگه، میدونی که تا فلان سال میخوام این کار رو بکنم، تا فلان سال این کار میکنم، عقبم نیفتادم. حالا اون بخش تا فلان سالی که میگی بیشتر برمیگرده به برنامه‌ریزی بلند مدت. همین که بعد از اینکه برنامه‌هاتو مشخص کردی بدونی که تو طول روز زمانتو چطوری باید مدیریت کنی و به چه کارهایی اختصاص بدی، میشه اون مدیریت زمانی که تو داری میگی. مدیریت زمان یه چیزی هم هست که من خودم به شخص زیاد رو مخم میره. کسایی که زیاد میخوابن من واقعا درک نمیکنم. آقا زمانت داره میره، بیدار شو، بذار تموم شد زندگی، هر چقدر دوست داشتی بخواب، ولی الان کار باید بکنی. آقا پیشرفت باید بکنی. چون متوجه نیستی. یه نکته‌ای هم که هست، البته به این منظور برداشت نشه که نه مثلا تو چون بیشتر از 4 ساعت در روز میخوابی زندگی تو داری از دست میدی. منظور زیاد میخوابی 12 13 ساعت منم یارو میخوابه، 14 ساعت یارو میخوابه. منظور شیریوان این نیستش که مثلا تو نباید بخوابی، فقط کار، فقط تلاش. منظور اینه که خواب معقول و به اندازه‌ای داشته باشی. اینطور نباشه که تایم زیادی از کارهای روزمره تو عقب بندازی صرفا بابت اون خواب اضافی که داری. چون دیدم خیلیا حال میکنن با خوابیدن ولی به نظر من لذتی نداره. من خودم با چیز موافقم. تریستن تیتو اگه دیده باشی، داداش اندرو تیت، خب میگه من 6 میخوابم 5 و 59 دقیقه بلند میشم شنا میزنم. یه دقیقه رو عقب. آره کلا با خواب مشکل دارم و
مدیریت زمان هم برمیگرده به همون برنامه ریختن که تو یه برنامه ریزی باید بکنی. آقا در طول روز من میخوام این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم و زمانتو مدیریت کنی. هر کدومش مثلا میخوام بخوابم، انقدر بخوابم، بیشتر نخوابم که از اون کارم بزنم، باشگاهم بزنم، نمیدونم ویدیو یوتیوب میخوام بگیرم دیرتر بشه و این داستانا. و این برنامه ریزی روزانه‌ای که مهدی داره میگه یه نکته‌ای که داره خیلی کمک میکنه شما به اون برنامه مقید باشید و همه مواردش رو عملی و اجرا کنین، ثبت اون موارد و کارهاست. حالا هر کسی یه روش خاصی میتونه داشته باشه، ولی روشایی که من دیدم و به کار اومده جواب بوده، میتونین شما اگر یه تخت وایت بورد دارین روی اون بنویسین و هر روز جلوی چشمتون باشه، یا اول روز وقتی از خواب بیدار میشین یا شب قبل اینکه بخوابین داخل یه برگه یه دفتر اون موارد رو به ترتیب لیست کنید که تو طول روز سردرگم نباشین که من الان چه کاری قراره بکنم، من الان نمیدونم چی کار میخوام بکنم، حالا برم ببینم چی میشه. اونطوری میدونی که تو طول امروز از صبح که بیدار میشم تا شب باید این کارا تموم بشه و هر ساعتی که میگذره چون اون کارا مثلا انجام نشده و تیکه بغلش رو نزدی یا خط روش نکشیدی، ذهنت میگه که خب عقبی، پاشو تنبلی رو بذار کنار، وقت انجام کاره. و وقتی میدونی چه کاری میخوای انجام بدی به بهترین شکل و در مناسب ترین زمان میتونی اجراش کنی. و حالا نه که مثلا 100 تا کار بنویسی که واقعا بهش نرسیده، یه چیزی باشه که به اندازه درست باشه، همونقدری که میدونی در حد توانتونه، نه کمتر نه بیشتر. الان هم که خیلی راحت‌تر شده، کلی دفتر تو دو لیست داریم. آره این پلنر هستن، به زمان ما که اصلا نبود این چیزا. پلنر درست کردن که شما قشنگ برای جدول درست کرده، تو میتونی روز هفته رو نوشته تاریخ بزنی، ساعت داره، حتی اگر یه همچین چیزی ببینین و تهیه کنی. البته نه لزوما اگر فقط تهیه کردی از این برنامه استفاده کنی، یا همین که اون برنامه تو ذهنت باشه پلنر نداشته باشی هم خودت میتونی پلنر شخصی سازی شده خودت رو داخل اون دفتر بذاری. ولی در هر حال مهم اینه که اینا رو طبقه بندی و دسته بندی کنی که بدونی چی کار قراره انجام بدی. بحران 18 سالگی که میگن دقیقاً بابت همینه که تو گیجی و نمیدونی چه غلطی میخوای بکنی. اصلا به جز دفترم خود گوگل هم یه برنامه داره، میشه که تو گوشی هم خیلی برنامه‌های تو دو لیست اساسا تو نوتپد هر جایی که خودت راحت تری این کارا رو بکنی بالاخره یه چیزی داشته باشه دیگه. مثلا دفتر، یکی دفتر خوشش میاد دفتری میخره که جذب شه بهش و راحت‌تر کاراشو بتونه انجام بده. و یه چیز خیلی خیلی مهمتر که به نظرم واقعا نیازه برای هر کسی در زندگی، اولویت بندیه که دو بخش میشه، اولویت بندی کارها و آدم‌ها. آدم باید نگاه کنه آقا این فرد اولویت بیشتری تو زندگی من باید داشته باشه، خیلی آدم بهتریه، یا دیگه برمیگرده به همون داستان رفیقتو درست انتخاب کن. اینا که همه این نکته‌ای که داره میگه از اینجایی میاد که هیچ یک از آدما شبیه به هم دیگه و یکسان نیست. ما وقتی وارد مدرسه میشیم به فرض و دوستای زیادی پیدا میکنیم، در کنار همدیگه نشستیم، با همدیگه دوست شدیم و یه مسیری رو طی میکنیم، هدف همه یکیه. یعنی تو میری یه سری آموزه ها یاد بگیری، خوندن نوشتن، ریاضی و برسی به مقاطع بالاتر. منتها به همین سن 18 سالگی که نزدیک میشی اولویت‌ها تغییر میکنه، هدف‌ها فرق میکنه، مسیر زندگی آدم‌ها از هم عوض میشه. مثلا من اینجا هستم ادیت انجام میدم، ادیتورم، دوست دوران دبستانم رفته برقکار شده، اون یکی تو کار تئاتر و سینماست، یکی مکانیکی میخونه، یکی اصلا ترک تحصیل کرده رو ماشین کار میکنه. و این اولویت بندی آدما سر همینه که تو بتونی تشخیص بدی چه آدمایی توی رفتار و تعامل میتونن توی این مسیر همراهت باشن و کمکت کنن. نه البته فقط اونا کمک کنن، تو هم میتونی به اونا کمکی بکنی و موجب پیشرفت هم دیگه بشین. اولویت بندی آدما یعنی این که برای هر کار آدم مشخصی داشته باشی. من مثلا یه فردی رو دارم فقط باهاش باشگاه میرم، یعنی ارتباطمون ورزش کردنه، چون توی اون موضوع با هم دیگه هم نظر و هم هدفیم. با اون نفر من نمیتونم بیام اینجا مثلا پادکست بگیرم، ولی اینجا مثلا مهدی که نشسته ما میتونیم با هم دیگه خوب مچ بشیم و هدف مشترکی رو جلو ببریم، موجب پیشرفت هم بشیم. حالا نه که مثلا با هر کسی رفاقت نکنید، به نظر من راحت با هر کسی رفاقت کنید، ولی حواستون باشه دیگه تا کجا ارتباط دارید. مثلا یه سریا رو باید فقط به قول علی مثلا باشگاه با یارو بری،
فلان کارو بکنی، یه سری رو خونه نباید ببری. چی میگم؟ یه همچین داستانی. پس اولویت بندی آدم ها شد و اولویت بندی زمان، کارها که خودش اصلا یه جای جداست برمیگرده به همون صحبت‌های قبلی که داشتیم. و در بلند مدت، مثلا اینا در کوتاه مدت بود. در بلند مدت به نظر من این چیزی که مهمه اینه که آدم هدفش رو از زندگی انتخاب کنه. بالاخره هر کی تو زندگیش یه هدفی داره، یه ایدئال هایی داره که دوست داره به اونها برسه و این خیلی کمک می‌کنه. مثلا من خیلی دیدم همسنمان یارو هدف نداره. یکی از بزرگترین داستانا واسه بحران 18 سالگی هم همینه. یارو 18 ساله شده میگه من 18 سالم هنوز نمیدونم میخوام چیکار کنم. حتی نه که شروع نکرده باشم، نمیدونم اصلا میخوام چیکار کنم. که اونو باید خودتون روش کار کنید، ببینید واقعا از زندگی چی میخواد. یکی میبینی پول میخواد، یکی میخواد معروف بشه، یکی موفقیت تو رشته‌های ورزشی مختلف و دیگه هر کسی واسه خودش یه چیزی داره. یه موضوعی هم که خیلی تاثیرگذاره روی این مسئله انتخاب هدف اینه که انقدر استفاده از فضای مجازی و اینستاگرام و سوشال میدیا زیاد شده و چشما همه رو به زندگی دیگرانه، همه افراد موفق رو میبینن، در حالی که اون افراد موفق هم خیلی شکسته دارن ولی موفقیتشون رو به نمایش میذارن توی فضای مجازی. سر همین این طرف فقط نگاهش اینه که اون داره چطور زندگی میکنه، نه اینکه من چطور قراره زندگی کنم. برای این برنامه ریزی به نسبت هدف، یعنی برای انتخاب هدفت، تو باید یه تایمی رو به خودت اختصاص بدی، فقط به خودت و علایقت فکر کنی، نه به کاری که دیگران دارن میکنن. خیلی تستا هستش که میسنجه توی چه زمینه‌ای مهارت بهتری داری، استعداد داری، کلاسای استعدادیابی حتی هست. اینا رو هم همه رو فاکتور بگیریم، خود اشخاص میدونن به چی علاقه دارن دیگه. حالا یه سری علایق ناشناخته است ولی یه سری چیزا رو تو خودت از بچگی میدونی. مثلا من به ماشین علاقه دارم، خب تو باید هدفی که میچینی در راستای اون علاقت باشی که راحت تر باهاش کنار بیای و جلو ببری. بله. و به نظر من مثلا بالاخره هر کسی تو زندگیش نیاز به آرامش داره دیگه. آره، باید یه فضای آرومی رو برای خودت شکل بدی و این هدف گذاری رو خودت برای خودت انجام بدی، چون هیچ کس جز اون کسی که تو آینه میبینی فرشته نجات تو نیست. باید نگاه کنی ببینی چی به تو آرامش میده. مثلا یکی میبینی پول خیلی زیاد داشته باشه بهش آرامش میده، ولی یکی میبینی مثلا اونقدر پول واسش مهم نیست، مثلا دوست داره بره روستا زندگی کنه، اون واسش آرامش بخشه. پس هر کسی باید نگاه کنه ببینه چه چیزیه که بهش آرامش میده و باعث میشه زندگی بهتری داشته باشه، حالش با کاری که داره میکنه خوب باشه. که اینو تو اپیزود 2 راجعش صحبت کردیم، یکم چقدر این چیزا مهمه، همه رو باید برید نگاه کنید اگه نگاه نکردید. اگه اولین اپیزود دارید میبینید که خیلی خوش اومدید و اینجور داستانا. وسط ویدیو رسیدیم، یه لایک هم برای عمو بزن، انرژی بگیریم، همینطوری قدرت، پاور و نظم و استمرار رو جلو ببریم، هر اپیزود کیفیت اپیزودامون رو بالاتر ببریم و حتما نظراتتون هم بگین، موضوعی که قراره بررسی بشه راجبش حرف بزنیم، دغدغه هاتون. تمام کامنت ها توی هر سوشال مدیایی که ما داریم وقتی شما بذارین میبینیم و حتما لحاظ میکنیم. همه جا پادساب، همه جا توییتر، تلگرام، اینستاگرام و خود یوتیوب که الان در خدمتتون. بحران 18 سالگی بعدش چی داشتم میگفتم؟ این راجبه یادم رفتم تو اپیزود آره، که هر کسی با کاری که میکنه باید خودش با زندگی که داره حال کنه دیگه. مثلا یکی واقعا 10 سال 20 سال 30 سال اول زندگیشو فقط کار میکنه که بقیهشو بتونه با پولش اشغال کنه، ولی واقعا مثلا همونطور که گفتم یکی اصلا اونقدر دوست نداره، مثلا یکی فقط معروف شه واسش کافیه پولم نداشته باشه، یکی دوست داره زندگی روستایی داشته باشه، یکی دوست داره دستش به دهنش برسه زندگی کنه، زن بچه، زن خیلی مهمه، ازدواج و تشکیل خانواده. آره خلاصه فقط نکته اصلی اینه که با کاری که داری میکنی حال کنی، با روتینت، با زندگی که داری حال کنی، و یعنی هدف دیگه ای فکر نمی‌کنم انسان داشته باشه. مثلا یکی یهو شاید بیاد بگه من میخوام دنیا رو تغییر بدم. انسان لذت طلبه و دوست داره لذت ببره. یه سری هستن که رسیدن به یه آرمان خاص براشون لذته، یه سری هم نه، همین که بیان مثلا تو طول روز خوش بگذرونن لذت بخشه. و
یوتیوب با این قضیه مشکل داره، بچه‌ها پشت صحنه دارن اعلام میکنن که این کار زشت بود، علی نمیذاره چه کاری که دیگه. فکر کنید به نظرتون چه کاری بود که زشت بود؟ و آره یکی میبینی دوست داره مثلا با خودش میگه من اومدم که دنیا رو تغییر بدم، یکی میبینی قسم میخوره واسه نجات جون آدما میخواد دکتر بشه، یکی با حیونا حال میکنه دامپزشک میخواد بشه. آدم باید با کاری که میکنه حال کنه. کل داستان میدونی چیه داشت؟ من چون 18 سالگی رد کردم دیگه 2 ماه از 18 سالگیش گذشته. آره و الان خیلی بحران 18 سالگی درگیرش نیستم. شما بحران 18 سالگی تو چیکار کردی؟ راجع به فکر کنم حرف نزدیم. زدیم. من اصلا هیچ گفتی بحران 18 سالگی نداشتی. آره جز کارهای اداری بحران دیگه ای نداشتم. نمیدونم بحران 19 سالگی هم که نداریم اصلا فکر کنم. الان ولی داری به این بحران میرسی، یعنی خیلی پیگیر این بودی که آقا بلند شو کاری بکنی. من 20 سالم شده هنوز هیچ کاری نکردم. فکر کنم یکم دیر رسیدی به این. تو اپیزود قبلی گفتم که این سنا بیشتر یه نشونه است تا اینکه مختص همون سن باشه. از یه دوره زندگی به یه دوره دیگه وقتی وارد میشی دغدغه‌هات فرق میکنه و همین موضوع باعث میشه که اسم خاص روش بذارن. ممکنه برای یکی توی 20 سالگی این اتفاق بیفته، برای یکی توی 16 سالگی، برای یکی خود 18 باشه. دقیقاً همین نکته است که تو مثلا درگیر عشق و حالتی و میبینی مثلا علی تا 19 سالگی او داشته عشق و حال میکرده، یهو به خودش میاد من هیچ کاری نکردم، چرا که این هدفهایی که داشتم و هیچ کدومش رو جلو نبردم، واسه هیچ کدومش تلاش نکردم. مثلا یکی میبینی یهو به خودش میاد میگه آقا من این دختره رو دوست دارم، زن بچه میخوام بگیرمش، پول ندارم. این وسط یهو دغدغش عوض میشه، یهو به این بحران میرسه. زیاد 18 سالگی و اینا نیست، همون که شما گفتی درسته. این وسط یه سری آدم هم هستن که انقدر فکرشون درگیر مسائل حاشیه‌ای میشه اصلا به این خود بینی نمیرسن که یهو به خودشون بیان ببینن خب من الان قراره چیکار کنم. مورد بوده که مثلا ته دغدغه‌اش این بوده که خب امشب ما مثلا الکل بگیریم و بریم آهنگ کردی بذاریم و استوری و با موتور هوندا 125 تچرخ بزنیم. ته عشق و حال و هدف این بوده که خب الان بنزین هم داره تموم میشه، بنزین هوندا، بریم ما بنزین بزنیم شب دوباره بچرخیم. اینطور نباید باشه. واقعا اگر یه خواسته بزرگی که یه شخص داره باید یه هدف بزرگی داشته باشه و تلاش بزرگی برای رسیدن به اون هدف بکنه، نه اینکه ساده کنارش رد شه یا نادیدش بگیره. کلا منظور علی اینه که آقا علی نمیگی که مثلا اشغال نکن، آقا برو اصلا آنکوردیتو بذار با موتورت برو اشغال، ولی دغدغت اون نباشه. آره اینطوری نگی که آقا مثلا بنزین گیرم نیومد فردا میخوایم بریم دور. حواستون باشه دیگه، همون برنامه ریزی و اولویت بندیه دیگه. اگه اولویت بندی بکنی شما تا کاری که دوست داری، تلاشی که داری واسه هدفت میکنی و انجام ندی، نمیری تفریح کنی. یعنی بعضیا شاید مثلا کارشون عقب بیفته ولی تفریح رو ول نکنن، اون اولویتش رو گذاشته رو تفریح. ما با بچه‌ها مثلا امشب بلند شیم بریم گیم، بچه‌ها فلان کارو بکنیم. ولی وقتی شما اولویت بندی داشته باشی، بدونی که آقا من میخوام تا 10 سال دیگه به اینجا برسم، پس من باید هر روز اینقدر مثلا تلاش کنم این کارا رو بکنم، هر هفته مثلا یه اپیزود پادسابز رکورد کنم و اولویت من و علی مثال میزنم پادسابزه. پس شاید از تفریحمون بزنیم ولی از پادسابز نمیزنیم که امروز هم میخواستی نیاری علی. ما اینجا 2 ساعت 72 ساعت اخیر 7 ساعت خوابیدم که اپیزود قبلی راجبش حرف زدیم من نخوابیدم بودم. نه مشکل نداره، آهنگ کردی آقا منظور مسخره نمیکنه علی، و من هم سی جی 100 موتور خوبیه هم آهنگ کردی تجهیزاتو داری که خب. پس این شد بحران 18 سالگی که چجوری باش کنار بیاد، و این فقط به بحران 18 سالگی نیست، همونطور که یک مثال واضح جلوتون نشسته 18 سالگیش هیچ بحرانی نداشت ولی 19 و نیم یهو درگیر شد. به نظرم نباید لیبل بحران 18 سالگی رو این دوره بزنیم. اسم بحران به خود اومدن اسم میکنم اسم بهتری براش. بچه‌ها این بحران به خود اومدن رو ترند کنید، هشتگش رو همه جا بزنید و سابم بکنید دیگه. بحران به خود اومدن
یعنی تو دغدغت اینه که به خودت بیای و فقط دونستنش کافی نیست برای این به خود اومدن. تو اول متوجه میشی باید به خودت بیای، بعد باید یه سری کار کنی که مشخص بشه تو به خودت اومدی، که اون موضوعاتی که تا اینجای برنامه راجبش حرف زدیم شاملش میشه. حالا قبل از کار کردن، چون بی هدف که نمیشه کار کرد، شما اول باید بگیش آقا این خیلی چیز مهمیه. اصلا واقعا جز اینکه انسان تو زندگیش هدفی داشته باشه هیچ هدف دیگه‌ای در زندگیش نیست. پس شما قطعا باید اول بیایی بگی آقا من دیگه تا 18 سالگی به نظرم بیشتر به خاطر اینه که میگن یارو عاقل شده الان میدونه از زندگی چی میخواد، پس به نظر من تا نهایتا 18 سالگی باید بدونی آقا من فلان هدفو دارم، بعد حالا بشینی برنامه ریزی بکنی. من میخوام 10 سال دیگه اینجا باشم، این کارو باید بکنم، این کارو باید بکنم که بتونم به این نقطه برسم. و یعنی کار کردن بی هدف و بی دلیل به درد نمیخوره. حواستون به این قضیه هم باشه. یه نکته هم این وسط من بگم که مهدی داره میگه تا 18 سالگی باید به این موضوع برسید. تو اپیزود قبلی گفتیم که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. یعنی اگر تویی که داری این برنامه رو میبینی 27 سالت هم هست و هنوز شروع نکردی، آقا برادر وقتی میگه حداقل منظورش این نیستش که 18 تموم شد و تصمیم نگرفتی دیگه همه چی تمومه. سن پیشنهادی به نسبت اون بحرانی که شکل میگیره برای توه که تا اون موقع پیدا کنی خودتو. اگرم نشد یه مقدار ازش بگذره، حتی خیلی هم ازش بگذره، باز مهم نیست. کلا منظورم این بود که بحران 18 سالگی به خاطر اینه که تا 18 سالگی رو عاقل شده و میدونه که چی میخواد از زندگی، اون موقع به دغدغه‌اش عوض میشه و به فلان بحران میرسه. و یعنی که راجع به یامال 17 ساله ستاره بارسلونا و 100 سالگی داخل بارسا داره. آره 67 سالگی نباید بارسلونا. چرا نباید بری؟ من نمیفهمم واقعا این رفتار. میتونی بری ولی نباید بری فوتبال بازی کنی. بنده خدا قلبش میگیره وسط زمین 67 سالگی بخواد اونطوری بوده. تو میتونی بری سرمربی بازیکن 17 ساله باشی 67 سالگی. و آره واقعا اسمم یه اپیزود کامل میتونیم راجع به یامال صحبت کنیم، انقدر که این آدم. اگر تو کامنت ها ببینیم که شما گذاشتین و استقبال کردید، حتما راجع به زندگی نامه افراد موفق و بزرگ، چه سن بالا چه سن کوچیک، و همچنین افرادی که جالب بوده نوع تغییر و به موفقیت رسیدنشون، کسی که می‌خواسته دنیا رو عوض کنه ولی خود دنیا اونو عوض کرده. آره. راجع به این موضوع هم حتما حرف می‌زنیم. خیلی برامون مهمه که بدونیم شما دوست دارید راجع به چی صحبت بشه، چون بیشتر رو همین میچرخه دیگه که شما چه کامنتی میذارید ما راجع به اون صحبت کنیم، سوالایی که واسه شما هست بیایم اینجا مطرح کنیم و واسه خودمون هم شاید سوال باشه و راجع بهش صحبت کنیم. و اینکه فعلا این اپیزودا چون کامنتی نداشتیم کم و بیش خیلی کم. آره. و یعنی ما حالا هر جایی چه اینستام شما میتونید دنبال کنید و آروم آروم کوئسچن باکس هایی که گذاشته بشه و سوالای شما هم داخل برنامه مطرح بشه تا همونجوری که اینترو برنامه میگیم ما اینجاییم که سوال بپرسیم نه فقط جواب بدیم. اینجا فقط سبزه. آره خلاصه اینجوریه که آدم میتونه با بحران 18 سالگی کنار بیاد یا هر سن دیگه‌ای، و هر کسی که دغدغه‌اش عوض میشه، حالا قبل از 18 هم من دیدم یا 14 سالگی یا دغدغه‌اش عوض میشه، میگه من میخوام به اینجا برسم، از همون موقع شروع میکنه. مثلا من خیلی آپاراتورهای موفقی رو دیدم که نکنیم. آره بابا کلا حواستون باشه که اگه حالا هر سنی که هستید دارید ما رو نگاه میکنید به این بحران اگه رسیدید یه بار دیگه این ویدیو رو اول ببینید. شاید الان مثلا این ویدیو به دردتون نخوره ولی سیوش کن، لایکش کن، واسه رفیقت بفرست، شاید واسه اون مهم باشه این قضیه. به بحران داشتی میرسیدین چیزایی میتونه کمکتون کنه. واتساپ فرشته نجات 18 ساله ها. اوه این جمله بسیار، اینو بذار تو اینستا آره اینو خودتون وایرال کنید. خیلیا ادیت میزنن ویدیوهای ما رو و تو اینستا میذارن جز خودمون که و این قضیه ها بود که زندگی رو قشنگتر میکنه. پادسبز رو میگم واقعا با پادسبز زندگی قشنگتر میشه. قبول داری یا نه علی؟
خوبه به نظر من. پادسبز خیلی خوبه و همینه. مرسی که این اپیزود هم همراه ما بودید، تا اینجا ما رو دنبال کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب اگر دوست داشتید یادتون نره. خیلی توی مسیر پیشرفت ما شما میتونید همراهیمون کنید و بهمون کمک کنید و هر یه لایک، هر یه کامنت، هر یه نظر جاش تو قلب ماست. پادسبز هم که همه جا همینه دیگه. تا یه اپیزود دیگه و یه موضوع جدید دیگه صبر نمونید.